ما اجرا کرد. حالا استاد رحمانی بر ما بگوین که فعلا کدام حرکات اجرا میکنی ورزشکارای ما؟ البته خدمت شما عرض برسانید فعلا یک سنگ بسیار بزرگ هست که چقدر ضخامت داره، طوری که بینندگان تلویزیون میبینن. این سنگ بسیار سنگ محکم است و توسط یک ورزشکاری که دارای 13 مدال است از مسابقات آسیایی و مسابقات منطقوی میتونه که اینا را برای قدرت نشان بده که یعنی اینقدر حاکمیت بدنش هست که یک سنگ بسیار بزرگ را به سرشکم خود بشکنه. خب استاد، طوری که دیدیم البته ورزشکارای دیگه که سنگا رو شکستانده به این ضخامت نبوده، آیا قدرت زیر ورزشکار داره که سنگ بشکنه سر شکم خود؟ ما البته تمریناتی که داریم و امید به خداوند بزرگ داریم که ان شاء الله با مو تمرینات سپری کردن و با قدرت بدنی خودی ورزشکار ما داره که در هر رقابت ها رفته مدال نصیب شده به افغانستان. ان شاء الله ما متيقن هستیم با کمک خداوند بزرگی سنگو میشکنه. خب عزیزان برنامه قدرت داری که میبینین یک سنگ خیلی ضخیم بالای شکم استاد زبی ماندگی. استاد زبی امیال چی یک احساس داری خودت؟ احساس خوشی دارم و احساس زیر میکنم که یک تکواندو یا ایتیف کار باید قدرت بدنی خود برای ورزشکارای دیگر نشان بده که ایتیف یعنی قدرتش چی است. یعنی فعلا آماده هستی که سنگ ضخیم سر شکمت میده کنی؟ ان شاء الله به توکل خدا میبینیم. خب علاقمندان برنامه قدرت میبینیم با هم که ورزشکار ما به چی یک قدرت میتونه این سنگ از بالای شکم خود بشکنانه. دیدن که استاد زبی بسیار پرقدرت تانه سنگ بالای شکم خود بشکنانه. البته استاد زبی میشه که شکم خود تسعی کنیم بیننده ببینه که آیا کدام آسیب خونه ایده. نام خدایزان میبینین که هیچ کدام یک آسیب نیده، جور تیار از شکمش. امشال باشه پشق کنم درد خونه میکنه باشه. نه نام خدا جور تیار است عزیزان. دیدن که ورزشکار ما آمادگی خاص داشت، لطفا این کارا را کسایی که آمادگی ندارن نکنن.